نشریه شده در اداره هنر و ادبیات رادیو. صبح آمد و علامت مسکول برکشید و از آسمان شمامه کافور بردمید. گویی که دوست کرته شعر کبود خویش تا جایگاه ناف به عمدا فرو درید. خورشید با سهیل عروسی کند همه کز بامداد کله مسکول برکشید. وان عکس آفتاب نگه کن علم علم گویی بلاژورد می سرخ برچکید. یا بر بنفشه زار گل نار سایه کرد یا برگ لاله زار امی برچکت دخید. یا آتش شعاع ز مشرق فروختند یا پرنیان لعل کسی باز گسترید. جام کبود و سرخ نبیدار کاسمان گویی که جامهای کبود است پر نبید. جام کبود و باده سرخ و شعاع زرد گویی شقایق است و بنفشه است و شنبلید. چون خوش بود نبید بر این تیغ آفتاب خاصه که عکس او به نبید اندرون فتید. آن روشنی که چون به پیاله فرو چکد گویی عقیق سرخ به لؤلؤ فرو چکید. وان صاف می که چون به کف دست برنهی کف از قدح ندانی و می از قدح نبید. سال پار برنامه ای را اختصاص داده بودیم و بحث درباره کسایی و شعر او. امشب نیز در باب این شاعر بزرگ سخن میزنیم، با ویژه که چندی پیش ما حاصل تحقیقات و پژوهش‌های چند ساله استاد دکتر محمد امین ریاحی به صورت کتاب انتشار یافته و کاملترین و انتقادی ترین متن اشعار نیز با این کتاب یک جاست. کهن‌ترین و مهمترین منبع درباره کسایی کتاب ابوالحسن علی ابن حسن باخرزی مقتول سال 467 است. و از این کتاب دو نکته بس مهم استخراج می شود. یکی کنیه و نام صحیح او که غلط مشهور متأخران را رفع می کند و دیگر اینکه او از باشندگان نسف نزدیک به بخارا بوده و یاد او در شمار سخنوران نسف آمده است. ناصر خسرو در قصاید خود چندین بار از کسایی به صورت معارضه نام برده و این از نظر نشان دادن شهرت کسایی در روزگار ناصر خسرو ارزش دارد. سوزنی سمرقندی نیز در اشعار خود چند بار از کسایی نام برده. نظامی عروضی در 4 مقاله نام او را در شمار شاعران عصر سامانی آورده است. سعیدالدین محمد عوفی
نخستین کسی از تذکره نویسان است که در لباب الالباب خویش مستقلاً شرح حال استاد کسایی را آورده است. اما نگاشته عوفی که بر اساس روش او آراسته به صنایع لفظی است، نشان می‌دهد که نویسنده تنها نام کسایی را شنیده و اشعاری از وی در دسترس نداشته است یا کمتر داشته است. عوفی با بهره‌گیری از تناسبات لفظی عباراتی را سرهم کرده یا از مضمون اشعار به عکس نکاتی را استخراج کرده است. مثلا به قرینه تخلص شاعر میگوید کسای زهد در برداشت و کلاه فقر بر سر. همین عبارت شماری از تذکره نویسان دورانهای پسین را به اشتباه اندر ساخته و او را به خطا صوفی و عارف پنداشتند. در ابتدای قطعه می نویسد جماعتی او را ملامت کردند که خضاب چرا می کنی، یا در مقدمه لامیه شاعر می گوید در آخر به انگام ودا و ساحت رحیل گفته است. سرانجام عوفی 63 بیت از برگزیده ترین شعرهای کسایی را برای علاقمندان شعر به یادگار گذاشته که شهرت کسایی مرهون امان هاست. آنگونه که می دانیم لباب الالباب در این تالیف شده و امروز تقریبا آشکار گردیده که پیش از آن که براون و قزوینی آن را از روی دستنویس‌های هندی چاپ کنند و نسخ چاپی آن به دیگر جایها برسد، هیچ نسخه ای از آن به ایران نرسیده بوده است و طبعا تذکره نویسان دسترسی بدان نداشتند. از لباب الالباب و عوفی که بگذریم، عرفات العاشقین تنها تذکره است که در گردآوری شعر کسایی در خور بهره‌جویی است. نویسنده عرفات العاشقین اما 62 بیتی را که در لباب الالباب عوفی آورده شده با همان ترتیب و توالی نقل کرده. آنگاه به دنبال آنها 2 قطعه 2 بیتی و 22 بیت از قصیده سوگنامه به دست آورده است. کسایی جوانی را در روزگار سامانیان گذرانیده و اگر مدیحه های سروده درباره آنان بوده و اگرچه دوره محمود غزنوی را دریافته، اما به حامیان پیشین وفادار مانده بوده است و بیشتر احتمال این است که در فرمانروایی محمود به مقتضای سن و سال خود اشعار وعظ و زود می سروده است. مهمترین نکته شناسایی چهره راستین کسایی است. در این باره آنچه از قراین و روایت ها برمیخیزد، او شاعر مدح پیشه نبوده و ذکر او به عنوان شاعر مدیحه پرداز خوارداشت او دور از حقیقت و گفته متأخران است که به دیوان او آنگونه که بایسته است دسترس نداشتند و سیمای راستین او را نشناختند و پیش خود به تصور حکایتی کرده اند و دست کم به سرچشمه های نزدیک به روزگار شاعر توجهی مبذول نداشتند. کسایی تا 105 بعد از خود شاعری مشهور و مدیحه سرایی از نوع فرخی و عنصری و معزی و انوری نبوده و در ستایش سروده بیشتر مدایح و مناقب است و اگر جز این بود معارض بزرگش ناصر خسرو که عنصری را بنابر مدیحه سرایی هایش از محمود ملامت می کند، میان آن همه تاخت و تاز به کسایی چنین گناهی را هم
بی کیفر نمی گذاشته است. بی سبب نیست روزی که حکیم فرزانه ناصر خسرو گام در میدان سخن می گذارد، سخن کسایی را مشهورترین نمونه حکمت و اندرز و عالی ترین سخنان مورد اقبال عامه می یابد و برای به کرسی نشاندن سخن خود و پیش بردن شیوه فکری خیش به این یگانه حریف حمله می نماید. اما در دیگر اشعار ناصر خسرو لبریز از منطق و استدلال است. در اینجا در برتری خود بر کسایی هیچ دلیلی نمی یابد و نشان نمی دهد و همه سخنان او را در این زمینه اگر خلاصه کنیم چنین می شود که شعر من دیبای رومی و شعر او کساست، شعر او بنده شعر من است. مقالت شهره او با سخنان نو من کهن گشت، سخنان او پژمرده و ضعیف و پیرند و سخن حجت قوی و تازه و برنا. دیوان کسایی که تا نیمه قرن ششم موجود معروف بوده، سودمندانه که بعدها مثل هزاران گنج ادب و دانش به تاراج روزگار رفته و آنچه تاکنون در میان بوده 2 قصیده کوتاه و 4 غزل و 25 قطعه 2 بیتی است و مجموع این اشعار نغز و لطیف و دلآویز از 200 بیت نمی گذرد. علاوه بر اینها نزدیک 100 بیت اشعار پراگنده نامانوس نیز به طفیل لغات مهجور در فرهنگها به یادگار است و 1 قصیده مشکوک منسوب به دو در دیوان ناصر خسرو. آنگونه که استاد ریاحی فرموده است، برای شناخت اندیشه و سخن ناصر خسرو، بررسی میزان آشنایی او با آثار شاعران دیگر و سنجش تأثیرات سبک و گفتار آنان در شعر او از هر نظر مناسب است. ای شده مر طبع تو را بنده شعر، طبع تو افزوده جمال و بهاش. شعر شدی گر بشنیدی و شرم، شعر تو بر پشت کسایی کساش. بر سخن حجت مگزین سخن، زان که خرد با سخنش آشناست. گفته او بر تن حکمت سر است، چشم خرد را سخنش توتیاست. دیبای رومیست سخنهای او، گر سخن شهره کسایی کساست. خوب دیبایی درازیدم حکیمان را کزو، تا قیامت مر سعادت را نبیند کس جزا. گر به خواب اندر کسایی دیدیم دیبای من، سوده کردی شرم و خجلت مر کسایی را کسا. پژمرد بدین شعر من این شعر کسایی، این گنبد گردان که برآورد بدین سان. تو شعرهای حجت برخیشتن به حجت، برخانه در کهن گشت این گفته کسایی.
به 341 رسید نوبت سال، 4 شنبه و 3 روز باقی از شوال. بیامدم به جهان تا چه گویم و چه کنم، سرود گویم و شادی کنم به نعمت و مال. ستوروار بدینسان گذاشتم عمر، که بردگشته فرزندم و اسیر عیال. به کف چه دارم از این پنجه شمرده تمام، شمار نامه با 100,000 گونه و وبال. من این شمار به آخر چگونه فصل کنم، که ابتهاش دروغ است و انتهاش محال. درم خریده آزم ستم رسیده حرص، نشانه حدثانم شکار زل سوال. دریغ فر جوانی، دریغ عمر لطیف، دریغ صورت نیکو، دریغ حسن و جمال. کجا شد آن همه خوبی، کجا شد آن همه عشق، کجا شد آن همه نیرو، کجا شد آن همه حال. سرم به گونه شیر است و دل به گونه قیر، رخم به گونه نیل است و تن به گونه نال. نهیب مرگ بلرزاندم همه شب و روز، چو کودکان بدآموز را نهیب دوال. گذاشتیم و گذشتیم و بودنی همه بود، شدیم و شد سخن ما فسانه اطفال. ایا کسایی 50 بر تو پنجه گذاشت، بکند بال تو را زخم پنجه و چنگال. تو گر به مال و عمل بیش از این نداری میل، جدا شو از عمل و گوش وقت خویش ممال. کسایی در شهر مرو میزیست و سزاوار است شهر مرو را از زبان نویسنده حدود العالم وصف کنیم. مرو شهری بزرگ است و اندر قدیم نشست میر خراسان آنجا بوده و اکنون به بخارا نشیند و جایی با نعمت است و خرم. او را کهندج است و آن را تهمورس کرده است و اندر وی کوشک های بسیار است و آن جای خسروان بوده است و اندر همه خراسان شهری نیست از نهاد وی. اهمیت مرو از جنبه های گوناگون انگیزه آن شد که بعد مؤسس سلسله سلجوقی دوباره آن را پایتخت قرار داد. مستوفی در نزعة القلوب گوید از آنجا اکابر و عقلای بسیار برخاسته اند و در عهد اکاسره برزویه طبیب و بزرجمیر بختکان و باربد مدرب و دیه سفیدنج که از ضیاع مرو است مقام ابو مسلم آنجا بود. مرو بهشت اهل ذوق و تحقیق شمرده می شد. کتابخانه ای از کتابهایی که یزدگرد در بازپسین روزها از تیزفون به مرو برده بود تا دوره مأمون عباسی بر جای بود. به نوشته یاقوت چندین کتابخانه معتبر داشت که یکی از آنها را سامانیان تأسیس کرده بودند. از معاصران کسایی عماره مروزی، ازجدی مروزی و اندکی بعد ابو حنیفه اسکافی مروزی بودند که شاید برخی از آنان با کسایی روابطی نیز داشتند. کسایی به سال 341 چشم به جهان گشود و در یک چنین محیط فرهنگی پرورش یافت در سالهایی که آفتاب بخت خاندان سامانی در سراشیب غروب بود. سامانیان نسب خود را به بهرام چوبینه می رسانیدند و اگرچه ظاهراً از بغداد اطاعت می کردند اما در معنی استقلال داشتند و زنده کننده
و حافظ سنن فرهنگی کهن خراسانی بودند. شعر و ادب فارسی دری را حمایت می‌کردند و به تشویق آنها شاعران بزرگی به ظهور رسیدند و ده‌ها کتاب فارسی دری تألیف و ترجمه شد. سقوط دولت سامانی بدان صورت اما آزاد مردان خراسانی را رنج داد و اندوهگین ساخت. تأثر فراوانی در شاهنامه آنجا که از زبان رستم فرخزاد به برادرش وضع خراسان را در 400 سال بعد از آن، یعنی خراسان تحت تسلط خلافت عربی عباسی را با شعار سیاهشان باز میگوید، انعکاس این حوادث و زبان حال مردم از آن سالهایی است. بپوشد گروهی از ایشان سیاه، ز دیبا نهند از بر سر کلاه، ز پیمان بگردند و از راستی، گرامی شود کژی و کاستی. نه دهقان نه ترک و نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود. زیان کسان از پی سود خویش، بجویند و دین اندر آرند پیش. چنان فاش گردد غم و رنج و شور، که شادی به انگام بهرام گور. کسایی سخنور این روزگاران پرآشوب است و مثل ار خراسانی به سامانیان که در برابر خلافت بغداد و عمال آن از یک سو و تعصب دیگران در کشاکش بودند دلبسته بوده و طبعا اشعاری در مدح شهریاران و عده‌ای از رجال آن خاندان سروده بوده است. از آن جمله مدایحی درباره ابوالحسین قطبی وزیر نامور سامانی داشته و این را از یک بیت سوزنی سمرقندی خبر داریم که میگوید: کرد قطبی با کسایی همچنان کردار خوب، ماند قطبی از کسایی تا قیامت زنده نام. البته این که گفتیم با آنچه عوفی گفته است که دیوان او در زهد و وعظ و مناقب بوده و نمونه هایی از آنها را هم در دست داریم، هیچ گونه منافاتی ندارد. گل نعمتی است هدیه فرستاده از بهشت، مردم کریم تر شود اندر نعیم گل. ای گل فروش گل چه فروشی برای سیم، و از گل عزیزتر چه ستانی به سیم گل. سرودگوی شدن مرغک سرود سرای، چو عاشقی که به معشوق خود دهد پیغام. همی چه گوید گوید که عاشقا شبگیر،
بگیر دست دلارام و سوی باغ خرام. جوانی رفت و پنداری بخواهد کرد بدرودم، بخواهم سوختن دانم که اینجا بپرهودم. به مدحت کردن مخلوق روح خویش بشخودم، نکوهش را سزاوارم که جز مخلوق نستودم. کسایی از پیشوایان سوگنامه سرایی است و حتی گفته‌اند این که اولین سوگنامه زبان فارسی دری در معرو سروده شده جای شگفتی نیست و اینجا منظور ما سوگنامه های مذهبی است. گفتند که سنت سوگنامه سرایی در فرهنگ مردم خراسان کهن و ماوراء النهر سابقه استواری داشته و از داستانهای ملی و اساطیر باستانی مایه می گرفته است. در مرو و بخارا سوگ سیاووشان بر سر زبانها بود و در این باره در تاریخ بخارا آمده است اهل بخارا را بر کشتن سیاووش سروده های عجیب است و مطربان آن سرودها را کین سیاووش گویند، چنان که در همه ولایت ها معروف است و این سخن زیادت از 3000 سال است. کسایی در چنان محیطی سوگنامه سرایی را آغازگر شد. اما سوگنامه بود در مقایسه با آثاری از این نوع، چون ترکیب بند بلندآوازه 12 قطعی محتشم کاشی شعری خام و ناپخته و ابتدایی است. در قیاس با دیگر آثار معروف خود او هم ضعیف و متوسط است و شاید یکی از عللی که موجب از یاد رفتگی این اشعار شده امین باشد و حق این است که اگر کسایی فقط امینها را داشت و آن همه اشعار لطیف معروف او نبود، گوینده‌ای بود از شعرای عوام نظیر قوامی رازی و حمزه کوچک. اما اگر کسایی در سرودن این اشعار بدان مایه که در اوصاف طبیعت و تغزل آیی بود میبینیم توفیق نیافته، علتش این است که در اینجا شاعر نخستین گام را در راه نارفته و ناهموار برداشته و در دوره او روایات مربوط به واقعه کربلا هنوز سادگی و بی پیرایگی اولیه را داشته و نهال نورسته بوده که شاخ و برگ چندانی نداشته و هنوز به نیروی خیال شاعران و واعظان در دوره صفویه و قرون بعد گسترش و پرورش نهایی را نیافته و درست جا نیفتاده و کاملا تدوین نشده بودند. دیگر اینکه شاید او این سروده ها را برای عامه مردم و در خورد فهم و پسند آنها ساخته است و حتی گزینش به 4 پاره برای غمنامه خود شاید برای این بوده که آن را در ایام سوگواری به طور گروهی می‌خواندند. قصیده منقبت در جنگ معتبر مزین نفیس کونه‌ای آمده که در سال 945 به دست عبدالله برمکی کتابت شده. از او بوی دزدیده کافور و عنبر و از او گونه برده عقیق یمانی. بماند گل سرخ همواره تازه اگر قطره‌ای زو به گل برچکانی. عقیق این شرابی که در آبگینه درخشان شود چون سهیل یمانی.
شود گونه جام باده ز عکسش ملون چو از نور او لعل کانی. به ظلمت سکندر گر او را بدیدی نکردی طلب چشمه زندگانی. عده زیادی کسایی را از شاعران روزگار سامانیان و غزنویان معرفی کردند و ارمان هته خاورشناس آلمانی نسبت مدح خلیفگان بغداد را نیز به او می‌دهد و می‌گوید در اولین قصاید خود سلاطین سامانی و خلفای عباسی حتی سلطان محمود را مدح کرد. تنها دلیل پیوند سخنسرای مرو با محمود غزنوی نوشته عوفی در لباب الالباب است که 2 بیت از کسایی را در مدح محمود ذکر می کند. اما نظامی عروضی نویسنده 4 مقاله که بنابر نزدیکی به روزگار شاعر اعتبار سخنش بسیارتر است، در 4 مقاله او را جزو 8 تن شاعر دودمان سامانی می شمارد و در میان 20 شاعر مداح غزنویان از کسایی یادی نمی کند. سوزنی سمرقندی هم که در شعر خود 2 بار از شاعر مرو یاد کرده، 1 بار نامش را امرای نام دقیقی و شهید 2 شاعر روزگار سامانیان میبرد. باش ممدوح بسی ماده که ممدوحان بسی زنده نامند از دقیقی و کسایی و شهید. و 1 بار دیگر به کردار پسندیده ابوالحسین قطبی وزیر نامور سامانی مقتول در سال 371 با کسایی اشاره می کند. کرد قطبی با کسایی همچنان کردار خوب، ماند قطبی از کسایی تا قیامت زنده نام. خود شاعر نیز از روزگار سامانیان با حسرت یاد می کند. به عهد دولت سامانیان و بلعمیان چنین نبود جهان با بها و سامان بود. چون سر من سپید دید بتم، گفت تشبیه شیب و سخت عجب. گفت موی سپید و روی سیاه همچو روز است در میان شب. به شاهرای نیاز اندرون سفر مسگال، که مرد کوفته گردد بدان ره اندر سخت. وگر خلاف کنی طمع را و ام بروی، بدر در به مثل
آهنین بود املخت. درباره سوگنامه کسایی گفتند که این منظومه سخت آل و اوای خراسان قرن چهارم، یعنی عصر زندگانی کسایی را دارد. ذکر جوی مولیان به عنوان مظهر زیبایی و خرمی، مضمون صف برکشیدن سپاه خلخ که یادآور لشکرکشی ترکان خلخی است و تشبیه بیدادگری ها به هجوم ترک غزو یغما، نموداری از روان آن روز مردم خراسان زمین در برابر ترک تازی هاست. مانی که در شعر کهن فارسی دری همواره به عنوان صورتگری چیرده است و نقش‌های ارژنگی او مظهر کمال و زیبایی بوده، در اینجا در کنار گبر و ترسا به عنوان کسی آمده که کینه جویی آل مروان با رفتار او مورد مقایسه قرار گرفته است و این میرساند که شعر در مکانی و در زمانی سروده شده که مانویان در کنار مسلمانان میزیستند و مورد بهمیری آنان هم بودند. آنجا ماوراءالنهر و خراسان است و دیرتر زمانی که در این همزیستی آمیخته به بغض و کین متصور باشد اواخر قرن چهارم، یعنی روزگار کسایی است که در سایه آزاداندیشی سامانیان و سیاست فرهنگی آمیخته به نرمی و بردباری و مدارای آنان پیروان همه آیین‌ها به آزادی میزیستند و همان گونه که در حدود العالم خوانده ایم مانویان در سمرقند خانقاه داشتند. از خضاب من و از موی سیاه کردن من، گر همه رنج خوری بیش مخور رنج مبر. غرضم زو نه جوانیست بترسم که ز من، خرد پیران جویند و نیابند مگر. نیلوفر کبود نگه کن میان آب، چون تیغ آب داده و یاقوت آبدار. همرنگ آسمان و به کردار آسمان، زردیش بر میانه چو ماء 10 و 4. چون راهبی که دو رخ او سال و ماه زرد، و از مطرف کبود ردا کرده و ازار. دانم که هیچ کس نکند مرثیت مرا، دانم که مرده بر دل میراث خوار خوار. فرزند من یتیم و سرافگنده گرد کوی، جامه وسخ گرفته و در خاک خاکسار.
چون سخن از مفردات لغات در سروده های کسایی به میان بیاوریم، نباید فراموش کنیم که در سخن او چنان که در سروده های دیگر سخنوران سده های سوم و چهارم لغات نامانوس بسیاری نظیر بشکلیدن، مشخته، الچخت، الفقده و جز این هست که در لغت فرس اسدی و صحاح الفرس نخجوانی و فرهنگ های دیگر باقی مانده و ظاهراً اینها واژه های لهجه های کهن ماوراء النهر هستند و ایننگ آنها را بازمانده از زبان سغدی پنداشته است. در آن میان ابیاتی هم در فرهنگ ها به نام کسایی آورده اند که واژه های زشتی در آنها وجود دارد که با ذوق سلیم متباین است و ای کاش این ابیات را در فرهنگ ها به نام این شاعر منزه پاکیزه خوی نقل نمی کردند. هرچند در صناعت نقش و علوم شعر جز مر تو را روا نبود سرفراشتن، اوصاف خویشتن نتوانی به شعر گفت، تمثال خویشتن نتوانی نگاشتن. آبی مگر چو من ز غم عشق زرد گشت، از شاخ همچو چوب بیاویخت خویشتن. اینکه اوفی در لباب الالباب گفته است اکثر اشعاری او در زهد و وعظ است، نمونه های آن سخنان حکمت آمیز عبرت آموز را به شاهد لغات در فرهنگ ها می یابیم و یک بیت از آنها را سنایی در مقدمه دیوان خود بدون ذکر نام کسایی به نام استاد باستان آورده است. نباشد میل فرزانه به فرزند و به زن هرگز، ببرد نسل این اردو نبرد نسل فرزانه. ناصر خسرو نیز همان گونه که گفتیم از امین چکامه های حکمت آموز و عبرت انگیز پیروی کرده و تعدادی از آنها را جواب داده است و مطلع یکی از آنها این بوده است: این گنبد گردان که برآورد
بدینسان. در بحث از شاعری کسایی این مسئله را نیز باید تصریح کنیم که سخن او جامعیتی دارد و در آثار بازمانده از او که به 300 بیت نمی رسد از همه موضوعات شعری عصر او نمونه هایی است. از وصف طبیعت و تغزل، مدح و منقبت و سوگنامه، زهد و حکمت و طنز. با خرزی 2 بیت شعر عربی هم به نام او آورده است.